زالشار 100% او میر آقا. جانم هستین بخدا. میر آقای سالنگی جان، چرا نامتان را میر آقا ماندین و زالشار ماندین؟ میر آقای سالنگ ماندین به خاطر از اینکه تمام اعضای فامیلم دوست داشتن که من میر آقا نام بانن و مرا صدا کنن. به می خاطر به سر سلامتی امی قصه و کار سالنگ هم امرایش من خودم مکس کردیم. کسی در این باره اگر کدام حرفی داره میربانی کنم، من در خط هستم. یعنی اینا سالنگ را خودتان انتخاب کردین؟ بله. بشک خوشتان میآید؟ در سالنگ هم رفتین تا حالا؟ سالنگ اگر خوشم نمیامد اسم خود میر آقای سالنگ قرار نمیدادم یا مستقر نمی ساختم. دقیقاً. معنی زالشار چی هسته؟ از چرا نامتان زالشار هستن؟ شما آیا زالشار هستین؟ زالشار یکی یک از دوستای امو جوان با طبع تلش یک کار کرده باشه، بازور زالشار مانده که بخیر زارشار نامش میمونه. حاجت به زالش نیست. زارش هم از همراهش. یکی زال است، یکی زار، یکی زهر. حالی ما شما در پای شهر هستیم، از اطراف کار نمیگیریم. فعلا دیگه شما زالشار و اگر زالشار هم میشه. در مرکز مستقر هستیم. بلیا بشک به خدا یارتان. چی مصروفیت دارین در افغانستان؟ چی کاری باره میکنین در این وقتا آقای میر آقای زالشار؟ مصروفیت ما در افغانستان کمک کردن تمام فامیلایم تا جایی که دستم برسه اونا را کمک میکنم. کسب کارم امی فعلا امی است، دیگه کسب کار ندارم. با این منظور نه که کدامش پینتر کدامش برم گدایی کنم یا پیسه جمع کنم یا نان بخورم یا لباس بپوشم یا سر اشترنگ بوتر بشینیم یا اشترنگ بالا ببریم جانم است. لغمان رو جلال آباد بگه ببریم کینو خوردن و نارنج خوردن. از تو کده با خوب جوان هستم. بشک دوستا قربان نکن مرا دیگه. یا قلب سر به افتخار گرگ، کسی که میر آقای سالنگ را حمایت کردن. یا قلب سر در کامنت دوستا. خدا یارتان دوستا. خدای میر آقای سالنگ که هستن حمایت شما را ضرورت دارن. یعنی که من میگم شما میفهمین دیگه، حمایتتان را ضرورت دارن. خدای اونا کاکا هستن، جوان هستن، خودشان نمیخواین بگوین ولی در زمستان هستن. اونا ما اولشان را گرفتیم. اگر میتونین تا جای میتونین لطفا حمایت کن به شمول خودم. خدای به شمول خودم. نوری چشمان شما جگر هستین. نوری چشمان. اگر بسیار میخوایی مرزا قلبی پیش خود در دوسیت داشته باشی باز میتونم تا مزار تخارم وصلت کنم. مزار تخارم وصلت کنم. سلامتی خودت البته. در جگرتان نفس. توی زمان امرای تماس داری. به این سر سلامتی. بشک قربانتان. شما لطف دارید. میر آقای سالنگ چی باعث شد که شما در تیک تاک آمدین؟ به خاطر از اینکه یک جوان مرا پرسان کرد که میر آقا تو چی کار هستی؟ تو یک تیک تاکر هستی؟ من گفتم بله ما یک تیک تاکر هستم. در صحنه شهر. دیگه مشکلت بگو. دیگه مشکل. در تیک تاک چی کار میکنین؟ دیگه مشکلت بگو. مثل خنده کرده. دیگه مشکل ما همه هستی که در تیک تاک چی کار میکنین؟ در تیک تاک همه یگان فعالیت میکنم که به ذوق دل خودم باشه یا از دوستم باشه. بشک. او دوستم هم نور چشمان خودم باشه. بشک. فعلا کارم همی است. فعلا که همینطوری که با ذوق خودتان کار میکنید. تیک تاک هیچ کس به کار داشته باشه. بشک. میر آقای سالنگی بسیار یک سوال خوب. دستایتان را بالا بگیرین. در انگشتهایتان انگشترهای رنگ دیده می شود با ویدیوهایتان. با همین الان هم اینا چه انگیزه هست؟ چرا همیشه در دستتان هست این انگشترها؟ کدام راز موفقیتتان هست؟ میشه کوتاه برای ما بگوین؟ به خاطر از اینکه یک بچه شوقی سم در صحنه عمل دوستایم با وجود که نور چشمان هستن به من می ذوقا را
در قلبشان در ذهنشان میگرده تقدیم ما میکنن، میگن باش که میر آقا مثل ما اور یک جوان باشه. دیگه مشکلت بگو. شهزاده جان تشکر، قربانتان. دوستا لطفا سم بگیرین مثل شهزاده عزیز. خنده نکنید. جوابتان به ارتباطی که شما انگشتای من اما پر پیوان انگشتر است. امورم دیگه سوالا رو از من نکنید. میشه لطفا نشان بدین چند تا انگشتر دارین؟ راحت باشین، ریلکس باشین. امید جان کسی که راحت باش بان مراغا جان، ما مطمئن هستیم نه توهین میکنن نه تغییر، فقط از برنامه میخوایم کیف ببریم، فقط میخوایم که دوستا اون چیز ولی در پولی دوستا شما حمایت کنین، تشویق باید بکنین. شما در دیگه چیزم کار نداری، سر دو تخ به چشم مرا کار داری، فقط چشمتان در چشم بگیره که من چی میگم و شما چی میگی. دقیق ما از این چیز دیگه پسخانه یاد ندارم که تقدیم دوست ما بکنیم یا تقدیم دشمنان بکنیم. ما پرداز دازانش 40 رقم پیشم هست، مگم بقسم پرداز سمیتم. خدا یارتان. همی که انمی تو هسته. چقدر از طرف دوستایتان تا حالا حمایت شدین و یا حمایت میشوین؟ در اینجا کمی بر ما بگوین. حمایت گیفتینگ هم میشوین، تشویق هم میشوین از طرف دوستا؟ فعلا قسمی که دیده میشه از طریق دوستان تا اون اندازه که دل خودم است کمک نشدید. نمیشدن. بله راست میگن. 1600 نفر هستین واقعا در افغانستان زندگی میکنن، تشویقتان صفر، خنده هایتان خیلی عالی. خداوند همیشه شما را همینطور خنده روی نگاه داره، ولی دوستا تشویق کنیم. خیلی ممنون. لوی افغان جان تشکر، سلامت باشین، قربان. این سوالایی که از ما میکنی اومد جوابش میتونم از 12,000 و بالا سوالت نباشه. باید 12,000 فعلا که دیگه از 12,000 بالا نشده. اسکورتان 13,000 است، به اندازه اسکورتان ما سوال میکنیم. اینه دیگه 14,000 شده رایست دیگه. خدا را شکر میتونیم سوالا را هم بیشتر کنیم. زندگیتان چطور میگذره؟ زیبیست نرمال. زندگیم نرمال است، هیچ کدام مشکلی ندارم انشاءالله و رحمان. انشاءالله که همیشه هیچ مشکلی نداشته باشین، همینطور فوق العاده بدرخشین. ولی خواستتان از دوستا چی هست؟ از دوستایتان، از گفترهایتان، از بیننده هایتان و کسانی که شما را دوست دارن، علاقمندتان؟ هیچ مشکلی ندارم. هیچ گفتم شدم. بخاری هم دارم، صندلی هم دارم، کباب کری هم خورده میتونم، قابلی و پلو هم خورده میتونم، چاینکی و پیزا هم خورده میتونم. فهمیدی؟ اون قسم جایی که مردم میره در فروشگاه و میره کبابشان میخوره، او تا جایی هم دیدین؟ یعنی دیگه هیچ تا اون سنه جواب هستی دیگه مشکلت بگو. آفرین، مشکل ما زیاد است. ما قد شما کاملا امشب اینا دیگه پس میتونید ادامه بیتی. تشکر، ببخشید که من مستقر نساختید باشم. تو راحت میر آقا جان، شما راحت باشین، شما راحت باشین، شما مهمان ویژه ما هستین، میتونین راحت صحبت کنین. دوستا اگر شعر نیست همینجا یعنی در ذهن تیار خود نباشه که میر آقا برای چپان خودش بزا قلمی رو شروع کنه. میر آقای عزیز، تیک تاک چطور یک جایی هست؟ آیا از تیک تاک آمدنتان راضی هستین؟ فونیک جان تشکر. دوستایی که حمایت میکنن چیز نگرده به خاطر می انگشتری هم اگر نیم او طرف انداخته بودم به نامش که انگشتری بود از 60 سال، مگر امروز شوقی بازم پوشیدیمش به خاطر اینکه خوش باشم، خوش هستید، لذت ببرم. خدا یارتان. ما هم لذت میبریم، کار خوبی کردین، همیشه در ویدیوهایتان دیدیم. بله 100%. بله 100%. قربانتان. آفرین. با شرط ازی که من همیشه در چینل روان باشم و حمایت شم، در غیر از اونه حمایت میشین انشالله. دوستا دیگه بگره شیر کنین، افلاطون را شیر کنین، شیر افغانستان را شیر کنین. دوستا امشب دیگه باید حمایت کنین لطفا. میفهمین میر آقای سالنگ 618 دانه سلام به کل دوستا. همین 618 دانه سلام. یا ما ضرب دو دانه سلام به کل دوستا و بی دوستایی که نو آمدین ملنگ لولپ میکنن. اصطلاح
818 دوستای ما هست. خوش آمدین، بسیار خوش آمدین، صفا آوردین، سلام آمدین، با رفیق آمدین. قربانتان سلامت باشین، خیلی ممنون. چی جان اینترنتتان بعض وقتا ضعیفی میکنه ولی انشالله جور میشه. بکشش که در گرفت. میر آقا جان میشنوین؟ خوبشه. بله بله. قربانتان سلامت باشین. گفتیم که از تیک تاک آمدنتان راضی هستین؟ بله ها. شکر که با تیک تاک هم دارم. شکر که در جریان هم هستم. هزار بار شکر. با دوستای من، با خودم، با کسایی که حمایت ما میکنه، با خودم شکر که خودم حمایت میکنم. خدا خودتان تشکر از دعوتتان. همین که گفتم. خواهش میکنیم ولی دوستا قدر زیاد حمایت نمیکنن تا جایی که دوستا کمبودی دارین، کمبودی حمایت تشویق دارین دیگه. برتان گفته باشیم خدا یارتان با حد توان حمایت کنین که میفهمین ما قطعی میر آقای سالنگ تا راحت صحبت کنیم ایتو نمیشه. چه فرق بین ویدیوهای قبلیتان و ویدیوهایی که تازه پست میکنین آمده آقای میر آقای سالنگ؟ سوالتون نفهمیدم، تکرار. خیر است، مشکل نیست. گفتیم که چه فرق با ویدیوهایی که قبلا پست میکردین و حال پست میکنین برش آمده؟ چه فرقی آمده ویدیوهایی که جدید پست میکنن از قبلی کرده؟ فرق کنیم قدر آمده که در گذشته در شخصیات بودم، فعلا در جریان هستم. این همه قدر فرق در بین ما و تیک تاک ما آمده، دیگه کدام فرقی نآمده. فعلا قبلا یعنی منظورتان همین؟ خیر من درست میکنم بیادر، من درست میکنم، راحت باشین شما. یعنی منظورتان تیک تاک را کلش بند کردیم از صورت عموم، از الف تا یا ایشون بند است. تیک تاک ها یعنی ایش تعلیم مطلب شد یا نه؟ اطمینان شد در جریان هستیم. یعنی منظورتان این هست که قبلا کسان استفاده میکرد، کسان براتان میگفت که این ویدیو را پست کن، ای تو گپ بزن، ای تو دشنامی ها، ای تو گپای بعض چیزهای نامناسب بزن، حالا او کارا را نمیکنین و تصمیم گرفتین که با بیادرتان با یک تیک تاک فعالیت کنین. منظورتان همین است؟ بله درست است، بیخی صحیح است. به شرط ازی که شما در لفظتان صادق باشه، در غیر از اونه. دوستا صادق نیستین به خدا، در جگرتان نفس. یک صادق باید خنده. همین دوستا چرا خنده میکنن؟ کیف میکنن به نظرتان؟ جزگر جان تشکر. به خاطر ازی که سیلام میکنن خندام میکنن، خیلی خنده آواره. جرات ازی ندارن که اکشار علاوه کنن. بس فتزی که دو شوکی ششتن. آفرین. یاد او منزنت، یاد او مقام. اما جزگر عزیز خیلی حمایت میکنه. خدا یارشان. جزگر عزیز بفرمایید. موج. بله موج خوبی فهمید. موج یعنی چی؟ موج دریا منظورتان هست. قلبای نارنجی دسته. خدا یارش. دوستا با افتخار شاهزاده قلب سرباریم اولین روز یک قلب سر با افتخار شاهزاده پروانبانی که اولین روز آمده میر آقای سالنگ را واقعا از اول تا حالا حمایت میکنه. یک قلب سرخ بانید دوستا. خدا یارش باشه میگم. خدا یارش. بانن ملنگ عزیزم لیبلاب کرد دوستا. بانن همین کسانی که تشویق میکنه یک دانه گلم میزنن. ولو که پلنگ باشه و ملنگ باشه خدا یارش باشه. خدا یارش. یکی میر آقا را حمایت میکنه. بیشک. من روشنی انداختم. ام نامتان زالم حمایت میکنه. چی
این زال عزیزم حمایت میکنه. چی گفتنی برای دارین؟ من خودم اینو میفهم که به خاطر از یک سوال پیشت خلق شده به نام از که ملنگی و پلنگی رو ما تیر کردیم. مال نشانت میتم که ملنگ یعنی چی، پلنگ یعنی چی. یعنی چی؟ من خود از اصلی عمل قرار میتم. خدایارتان باشه با شرط از که شما مرا همراهی کنی، پیشبینی نکنی، حمایت کنی، سری و مالی. دو موج. خدایارتان باشه. قربانتان. میر آقای سالنگ نفرت از گرفتم مسئول تیک تاک ببرم گوسفند دیره کس با ششتن میبری در لب دریا پای خدا بند کنه، باز ما سر کنیش بگیریم در دریا خلاصش کنم. برو بگیم آیا ادرسی داری بشی در موج کلاتشان کنی، در موج در دریا موج است دیگه. بلیا بشک. بزرگترین دروغی که درباره شما بعضیا میگن چی هست؟ لایک کنین میگن دوستا خدا یارتان شیر کنین. شیرهای ما 500 است. ملنگ خدا یارت در جگرتان نفس. خدا یارتان دوستای عزیز. دوستا ببخشین راحت باش آرام باش. چشمان ما را ببینم درس نشد بخوایم تکرار کنم. تکرار میکنم شما راحت باشین. ببخشید خواهش میکنم شما راحت باشین. بزرگترین دروغی که درباره شما در تیک تاک گفته شده چی است؟ درباره شما کی دروغ زیاد گفته؟ اونمو کسایی است که بیادر بوتان کرده بودن به ارتباطی که چیزی که تو گفتی من شنیدم. اونمو تعداد مردم ها اگه در گیرم بیاد میفهمی خفکشان میکنم. آفرین یا حمایتشان هم میکنم. حمایتشان هم میکنین؟ از چی لحاظ حمایتشان میکنین؟ بفرمایید. چه رقمی؟ همین چوب دمی مغز تق میکنم میگم دهی کلم مغز هست یا نه؟ گپ مرا قبول داری یا نه؟ که من گپ را قبول کنم در غیر از اونه. بشک. ما شخصا گپ شما را قبول داریم. شما جگر هستین، خدای مهربان هستین و جانم هستین دیگه. دوستا حمایت هایتان. آقای میر آقا شما چند وقت پیش بانو فریده را از بانو فریده درخواست کرده بودین که ما شما را خیلی دوست داریم و پیشنهاد ازدواج کرده بودین. آیا حقیقت داشت یا شوخی داشتین قطعا؟ بان راحت. مزاق کردم، یک شوخی بود کردم رفتم. اگر یک تعداد دوستا به او خاطر من از یه سوال ببره من سوالشان حل میکنم. به خاطر از اینکه فریده یک مسافر دختر بود من خواستم از کدام طریق دل از زیر به دست بگیرم، تعریفش هم کردم، حمایتش هم کردم، کتش ارتباط هم گرفتم. اگر نه با فریده و امثالش هیچ کدام مجبوریتی نداشتم که کتش تماس بگیرم یا ارتباط تامین کنم. دیگه این سوالتم در ذهن خود درش کن، نه در ذهن دیگه کس. نه در ذهن خودم میرا چیز میکنیم دوستای عزیز که اینا شوخی کرده بودن، یعنی حقیقت نبود. فریده که به خاطر که یک دختر یک بانی مسافر هست گفتن که دلشان خوشحال شوه این شوخی را کرده بودن، یعنی در کل دوست نداشته. درست است؟ بله درست است. دقیقا گپ بزنم که دوست خود تا او سره دیره که میخوان اردیشان اجازه داره که اونی گپ بزنی یا نه. اینقدر سوال کردی یک سوال برام جواب بده. بفرمان. ارتباطی که ما و فریده که هم دیگر تماس برقرار کردیم. بله بفرمان. شما سوال کنم من جواب میدم. بفرمان. اول جوابی سوال ما بده باز بعد دیگه سوال میکنم. کدام جواب؟ سوال ما رد نکن. چی سوال کردی؟ تکرار کنم فعلا. یک بار دیگه تکرار کنیم لطفاً، ما نشنیدیم، سر صدا بود. به ارتباطی که ما و فریده
تماس برقرار کردیم در بین خود یا طریق یک تعداد دوستا. میفهمی؟ بله خب حمایتشان هم میخوایم. 1 سال پیش پیشنهاد فریده به ما داده شده بود از طریق دوستایم. فهمیده شد؟ فهمیده شد. من خواستم که دل کل گیره به دست بگیرم بیم امرای فریده ارتباط تماس برقرار کنم. با کدام مقصدی ارتباط کته فریده با تماس برقرار نکردید. فهمیده شد؟ هر کسی هم که در غیاب ما فریده هر چی گفته و فکر میکنه فکرش هم غلط است، ادعایش هم ناقص. فهمیدید؟ دوره هم که روان است غلط است. جان است. عالی است، عالی است. پرفکت. ما قبولتان داریم. شما حقیقت